هفته دیگه عقدته؟ حتما میام. قربون جذاب خوشگل خانم، مبارک بشه. خدافظ. میمون همین میمون اومدن گرفتم، من هنوز نیومدم بگیرن. خدا شانس بده. انت گمشه برده بگیر دیگه. 3 ساعت منتظرم. برو بمیر. در کل علی بچه باحالو با مرامی. مانتو چند خریدی؟ 6 میلیون 700. برو. چقدر ارزون. چند خریدی؟ این 15 تومن. هم خواد تو سرت بهت انداختن. بیا این. همه اینو با هم 13 و 500 از عباس خالی. از بچگی گاو بودی. برو بهش بگو شوهرش مرده. چی شده؟ کسی مرده؟ نه کی مرده؟ اصلا من مردم. داداشش مرده. یه جوری بگی سکته نکنه. عباسم است. میگم الان داداش تو دیدم با زیدت با عشقت جیک تو جیک دست تو دست هم میرفتن. الان میرم جنازش رو میارم. لا اله الا الله. بیا داداش این جنازش. من اتفاقا خیلی نرم و لایت هم گفتم. ادا در میاره بابا. یزداشی گمج قشنگ. جذاب لعنتی. پیام داد. مرگ به دستک. میخواستم ببینم نه چیه مالی به صورته. بگی زهرا کارت داره. الو زهرا. اصغر پیام داد. 5 دقیقه دیگه جوابشو بدم. باشه 5 دقیقه زوده. شاخ میشه میگه چه زود جواب داد. بزن نیم ساعت دیگه. نه نیم ساعت دیگه اگه پیامشو پاک کنه چی؟ خب ساعت 3000 وقت پیام دادنه. پسری انتر خاک تو سرت. سلام مرگ سلام. قلب مرگ قلب. زرتو بزن دیگه. ببخشید شما تماس گرفته بودین من متوجه نشدم. داشتم کلیپ ضبط میکردم. آره تر زدی دیگه نمیخواد درستش کنی. دختر خود درگیر. بلاک کرد. خونچه بیارید لاله بکارید خنده برارید میره به اجل شادوان. آماده شو بریم. کجا؟ خواستگاری دیگه. 10-15 نفر رو نشون کردم میخوام داماد شم. فقط تو همین شکلی کلان میترسم به خاطر قیافات همه جا ردمون کنن. ببخشید چاره‌ای نیست دیگه. فقط بی زحمت اون گلی که روی میزتونه رو میاری من الکی پول به گل ندم. کار شما چیه؟ راستش من تو کار فرش و گوشی و تلویزیون و اینطور چیزام. یعنی فروشگاه دارین؟ دختر چای را بیا. نه رو فرش میخوابم گوشی دستم تلویزیون میبینم. دختر چای را نیار. آقا داماد شما این یا شما؟ منم با اجازهتون. خب خدا رو شکر. درسته که میگن قیافه مهم نیست ولی دیگه ندارین حد. درسته. ببینید من با بی پولی میتونم کنار بیام ولی نمیتونم تحمل کنم دامادم آداب اجتماعی رو بلد نباشه. کاملا درست میگید. بیرون. گوشی تو بنداز رو میز حرف بزنی. میخواید کمربند و انگشترم هم تحویل بدم؟ اونا رو وقتی نتونستی مهریه بدی تحویل نگهبان زندان بده. خواهش میکنم بفرمایید دهنتون رو سرویس کنید. تو حرف نزن. رمز جان رمز این استاتو بده فکول. پاشو بریم بابا مظلوم گیر آورده. میگم میخواین زودتر برین تو اتاق حرفتون رو بزنید. حالا عجله ای نیست انقدر هولش نکنید عروس خانما. نه بذارین زودتر تموم شه. دوست کشتتون همه یه موزه رو خورد. تو چرا سیبیل داری؟ باز چی گریه میکنی؟ مرد که گریه نمیکنه. مهریه دخترم 100 بشکه بنزینه. پاشو بریم بابا یه دختر گازسوز شما 100 پیدا میکنم. حاج آقا من جوونم هیچی ندارم ولی خب سالمم. بچه بیا پایین چه نگو سرم درد گرفت. اینجا که اومده بودیم. ببخشید من 3 تا دختر دارم که کم واسهشون نذاشتم. هر کدومم بخوان ازدواج کنن یه مبلغی رو واسه شروع زندگی بهشون میدم. یه دخترم 18 سالشه بهش 50 میلیون میدم. یه دخترم 25 سالشه 200 میلیون میدم. یه دخترم هم 35 سالشه بهش 300 میلیون میدم. حالا شما واسه کدوم اومدین؟ حاج آقا دختر 50 ساله ندارید یه 500 کاسب شیم؟ ببینید من دست سرم ندارم. نه پول دارم نه ماشین. خیلی هم بیشعور و بیشخصیتم. بددهنم هستم. این گلم از سرتون زیاده. هیچ مشکلی نداره. دختر من هم خونه داره هم ماشین داره هم شغل مناسب داره هم جهازش کامله. ما اصلا مهریه هم نمیدیم. ما 2 تا رو بسه که به نیت 2 طفلان مسلم کافیه. ما حقیقتش یه مدت میوه نخورده بودیم گفتیم بریم چند تا خواستگاری خودمون رو خفه کنیم. ما اصلا خیلی عقده‌ای. نوش جانتون. اینا خیلی مشکوکن. حتما دخترشون یه ایرادی داره که تو رو قبول کردن. حاجی خدا وکیلی اینجوری خیلی زشته. من خجالت میکشم. یه کاری میکنیم من میرم خونم و شما فردا بیاد خواستگاری من.
با اجازت. سلام. قبول کن احمق. آقا قبوله، من قبول میکنم. آقایت خبر کنم؟ بله بله. دوشیزه محترمه مکرمه مبرمه مبرهده. میگم چرا عروس نمیاد کنار من بشینه؟ لابد غیرت دارن گذاشتن بعد عقد. آیا بنده وکیلم؟ بله چرا که نه. شما؟ من زنتم دیگه. پس ایشون کیه؟ ایشون همسر بنده هستن. داداش بی خیال شو، بذار من برم.